سلام علیکم. چالش روز پنجم. خب وارد شیرودی میشیم. امروز باید فکر کنم 8 بار باریم. پیست 8 بار نباشو. میتونم بازم بودم، ولی چالش اینه که یه روز یه دور اضافه کنیم. میرسی روی میز که میخوابیم. حتی وقتی در یونایتد شروع به کار کردم فقط 8 کارمند داشتم. چند باری در آپریل تمام کارمندها، شاگردها و حتی مدیر ساعت 6 صبح از خواب بیدار شده بودند که برف را از زمین بازی بیرون ببرند. در مارچ 1980 حرکت به سوی اولین جام قهرمانی را روزی آغاز کردیم که صبحش حدود 7-8 اینچ برف از زمین پاک کرده بودیم. ما تیم مورتون را 1-0 بردیم. این تنها بازی بود که آن روز در اسکاتلند انجام شد. تمام مربی‌های رده بالا مثل کارلو آنچلوتی، ژوزه مورینیو و آرسن ونگر اختلاف کاری سختگیرانه‌ای دارند، اما این قهرمانان کم نام هستند که همیشه تحسینشون میکنم. آن سرمربی‌هایی هستند که هرگز تسلیم نمی‌شوند، حتی اگر زندگی و شانس آنها را در تیم‌های صدرنشین قرار نداده باشند. در اسکاتلند عادت داشتم شب‌ها که باران مثل سیل می‌بارید، به جای اینکه جلوی تلویزیون بنشینم، در هر جای دورافتاده‌ای سراغ الکس اسمیت و جیم مکلین بروم. الکس باشگاه‌های شمال مرز را به مدت 4 سال مدیریت کرده بود و جیم 22 سال سرمربی دانی یونایتد بود. لنی لارسون و جان راج مردانی هستند که احتمالاً هیچ کس خارج از دنیای فوتبال اسمشان را نشنیده، اما لنی یکی از معدود افرادی است که بیش از 1000 بازی را برای باشگاهی مثل چارلتون، اتلیک، برادفورد، لوتون تاون و کریسمیس مربیگری کرده و جان به مدت 16 فصل سرمربی پورت ویل و سپس به همین شکل 14 سال مربی باشگاه استوک سیتی بود. هیچ کدام هرگز تسلیم نشدند. فوتبال آنها را در خود حل کرد. معمولا می‌دیدمشان که آمدند بازی تیم ذخیره‌های ما را در مقابل تعداد زیادی طرفداران تماشا کنند. پشتکار خستگی ناپذیر این مردها با برخی بازیکنان در زمین بازی برابری می‌کرد. 3 تا از این بازیکن‌هایی که بسیار تحسینشان می‌کردم: تونی آدامز در آرسنال، جان فرانک زولا وقتی که برای چلسی بازی می‌کرد و جیمی کرگر در لیورپول بودند. همیشه فکر می‌کردم آدامز بازیکن یونایتد است که پیراهن اشتباه پوشیده. الکل زندگی شغلی و شخصی بسیاری از بازیکنان را نابود کرده و در یونایتد داستان غم‌انگیز جورج بست همیشه در ذهن ما باقی می‌ماند. بنابراین مواجهه‌های شجاعانه تونی با شیطان درونش در انتهای دهه 90 در نوع خود باور